مدیریت فوریت‌های پزشکی در حوادث شیمیایی. در مواجهه با حوادث شیمیایی، ثانیه‌ها تعیین کننده‌اند. شناخت دقیق آلاینده‌ها و پروتکل‌های درمانی در بیمارستان کلید نجات جان مصدومان است. در این ویدیو، پروتکل‌های مواجهه با 5 ماده بحرانی را بررسی می‌کنیم. گاز کلور در صنایع تصفیه و شوینده کاربرد دارد، اما تمرکز ما بر روی آسیب‌های حاد ریوی است. در بخش اورژانس، مصدوم باید فوراً از منبع آلودگی خارج شود. تریاژ این بیماران بر اساس شدت تنگی نفس انجام می شود. شست و شوی فوری پوست و چشمها با آب فراوان حیاتی است. در بیمارستان، مدیریت راه هوایی و تجویز اکسیژن مرطوب در اولویت قرار دارد. به دلیل احتمال بروز ادم ریوی، پایش مداوم اشباع اکسیژن ضروری است. استفاده از داروهای برونکودیلاتور یا گشاد کننده برونش برای رفع اسپاسم توصیه می شود. دقت کنید که کلور پادزهر اختصاصی ندارد و تمام اقدامات حمایتی و در جهت پایدارسازی وضعیت تنفسی در ICU است. سیانور یکی از سریع‌ترین سموم شناخته شده است. علامت کلاسیک آن بوی بادام تلخ و رنگ صورتی پوست مصدوم است. در تریاژ این بیماران در دسته قرمز قرار می‌گیرند. اقدامات بیمارستانی باید با پروتکل ABC و اکسیژن رسانی وسیع شروع شود. برخلاف موارد قبلی، سیانور پادزهر اختصاصی دارد. تیم پزشکی باید فوراً از کیت‌های آنتیدوت شامل هیدروکسوکوبالامین یا کیت نیتریت تیوسولفات استفاده کند. تزریق وریدی سدیم تیوسولفات به دفع سم از بدن کمک می‌کند. مانیتورینگ دقیق اسیدوز متابولیک در آزمایشگاه بیمارستان برای این بیماران الزامی است. سولفید هیدروژن، این گاز که بوی تخم مرغ گندیده می‌دهد، در غلظت‌های بالا بلافاصله حس بویایی را فلج می‌کند. این یک فریب مرگبار است. در فاز درمانی، انتقال سریع به فضای باز و تجویز اکسیژن 100% اولین قدم است. در صورت ایست تنفسی، عملیات احیا و تهویه مکانیکی باید بدون وقت آغاز شود. مراقبت‌های بیمارستانی شامل کنترل فشار خون و پایش وضعیت قلبی عروقی است. درمان در اینجا نیز عمدتاً حمایتی است و بر حفظ اکسیژن رسانی بافتی تمرکز دارد. اورانیوم. اگرچه اورانیوم سوخت اصلی نیروگاه هاست، اما در مواجهه با آن مدیریت آلودگی زدایی در بیمارستان اهمیت ویژه‌ای دارد. تیم درمان باید از تجهیزات حفاظت فردی کامل استفاده کند. رفع آلودگی خارجی با برداشتن لباسها و شست و شوی دقیق بدن آغاز می شود. در بخش‌های تخصصی، پایش عملکرد کلیه بسیار حیاتی است، زیرا اورانیوم می تواند باعث سمیت کلیوی شود. اسید هیدروفلوریک. این اسید به دلیل نفوذ عمیق در بافت یکی از خطرناکترین مواد شیمیایی است. یون فلوراید به سرعت به کلسیم خون متصل شده و باعث تخریب استخوان و اختلالات قلبی کشنده می شود. در درمان بیمارستانی، خنثی‌سازی سریع با کلسیم گلوکونات به صورت ژل موضعی یا تزریق زیرجلدی و وریدی حیاتی است. شست و شو با محلول‌های کلسیم‌دار باید تا رفع کامل درد ادامه یابد. پایش سطح کلسیم و الکترولیت‌های خون در بیمارستان برای جلوگیری از ایست قلبی مهمترین وظیفه تیم درمانی است. جمع‌بندی: آمادگی بیمارستان‌ها و دانش تیم درمان در مواجهه با این مواد مرز بین مرگ و زندگی است. حفظ آرامش، استفاده از تجهیزات حفاظتی و اجرای دقیق پروتکل‌های پادزهر کلید موفقیت در این بحران هاست.